علیکم جمال همه شما مسافرهای خط پیک شادی رو گلبارون. آقا این آخوندا بد جوری به واکسن سازی و روغن سوزی افتادن. طرف برق و آب ملت رو نمیتونه راستوریس کنه، اما هیچ زرت و زورت واکسن بیرون میده. بابا والا بلا ما به همون روغن بنفشه و فرآورده‌های شطوری راضیم. واکسن پیشکش. این یارو سرتشتک سلامی رو بگو. مرتی که ویروس کرونا رو تو در قابلمه و کرونا یاب مستعان میبینه، زیر فشار جوونا تو خیابون آب روغن قاطی کرده، قمپوز صادرات واکسن به آمریکا در میکنه. یکی نیست بگه آخه اوراق تور بکش دستی رو. آخه نوکرتم قولای صنعتی دنیا از آمریکا و آلمان عقلاشون رو ریختن رو هم، بعد از کلی 2 دونه واکسن دادن بیرون. آخوندهای هیچی ندار تا حالا 6 تا واکسن درست کردن. اینا فکر کردن ویروس کرونا هم مثل بسیجی ها میمونه که با روزه و منبر و دادقال گیج بزنه حواسش پرت شه. شنیدید؟ میگن طرف رفت در خونه ملا گفت ملا میشه خرتو به ما قرض بدی؟ خلاصه ملا گفت که باور کن خرم خونه نیست. تو همین شیشو بهش ارعره خره بلند شد. طرف گفت ملا خره که تو خونه است که. ملا گفت بابا تو حرف منو باور میکنی یا حرف خره رو؟ حالا حکایت آخونده است. اگه ازشون بپرسی لام از صبا، شما که روزی یه مدل واکسن تولید میکنید و این یارو سلامی هم میخواد همون واکسن ها رو بار بزنه ببره صادر کنه آمریکا. پس داستان این پیک 5 کرونا چیه که گیربکس نظامو پیاده کرده؟ حتما میگن ای بابا شما حرف نظامو باور میکنید یا ارعره پیک 5 کرونا رو؟ صفا کردم از گل روتون، لبتون خندون، دلتون شاد، زد زیاد.